اهلا سلام قربونت. آقا فرید انصاری سلام نوکرم، ارادت، عرض ادب، چاکرم. چه خبرها؟ هیچی، اومدیم داستان رستم و افراسیاب رو تمام کنیم که بعد بریم سراغ بیژن و منیژه. نوکرتم آقا فرید انصاری. داری میری آقا فرید؟ آینده تو بچه دو تا بزنید رو صفحه لایک شه که ما این داستان سیاوش رو تعریف کنیم و تمام شه بره. تازه اومد، چاکرم. چرا کسی نه؟ چون تازه 1 دقیقه است الان طول لایو. دوچاره تو گرفتار تو باشم، من فرصت بده باز از سر نو. دوچاره تو گرفتار تو باشم. ای روزگار ای روزگار ای روزگار. خانم شهرزاد سلام، عرض ادب. علی قنبری سلام. بچه خیلی خوش اومدید. یه ذره تعداد اون برسه به 10-15 نفر استارت میزنیم. به امید خدا داستان رستم هم تموم میکنیم با افراسیاب. تانوس سلام. بچه 2 تا بزنید رو صفحه لایک شه. لایک 2 تا. اسم استاد مهدی خان. آقای قنبری مخلصم. استاد چی؟ سلام. اس اچ سلام. تانوس من اسمم مهدیه. یه تو لایوم بالا نوشتی. سلام امید. امید تویده. نوکردم. چه خبر امید؟ آقا امید داداش خیلی وقت بود ندیده بودمت. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ آرمین راسکو سلام. جلیل جان سلام. کاپتان اومد. آفرین. خب کاپتان دیگه خودت حواست باشه. بچه ها ادمین لطفاً یه لطفی بهم میکنید وقتی من دارم داستان تعریف میکنم من دیگه پیاما رو نمیبینم. خانم نجمی اسمم مهدی 34 سالم از رشت. پیاما رو نمیبینم. لطفاً سلام علیک بکنید. فتانه سلام، چطوری؟ سلام علیک کنید با هر کسی که میاد. یه خوش آمدم بهش بگید و که من دیگه داستان تعریف میکنم دیگه نمیتونم پیاما رو بخونم. لطف میکنی کاپتان. سلام کیمیا. کاپتان مان لطف میکنی عزیز. خب شه چند باری اومدین اسمتون سارا گویا. آره صحبت پیربازار هم ما هم کردیم. بلاد سلام. خب بچه ها ما داستان رستم رو میخوایم امشب تموم کنیم. این لشکرکشی ایرانیان به سمت افراسیاب و نبردی که داشت و همونطوری که با هم دیگه مرور کردیم از خاقان و چین و هند یه سری لشکر اومدن، یه سری سپاه اومدن و به کمک افراسیاب، ولی رستم تونست اونا رو شکست بده. حالا یه عده‌ای هم خاقان چینو که مثل این چیز کرده بود، اسیر کرده بود و لشکر رو دریده بود و همه رو نابود کرده بود. تا اینجا ما رسیدیم به این قضیه و اینکه پیران به همراه پسرش هومان
یا هومان دیگه، به همراه هومان فرار میکنن و عقب نشینی میکنن به سمت افراسیاب و تمام طلا جواهرهای اون سه تا لشکر رو اونجا میذارن و شبانه فرار میکنن و این داستان از اینجا قرار استارت بخوره که ماجرا چی میشه. خب همونطوری که تعریف کردم مبارزه میکنن و لشکر ایران داره پیروز میشه. شنگول رو، همون چیز خاقان چین رو هم کشته هم اسیر کرده و شب گیو یا بیژن میرن ببینن که پادشاه توران در چه وضعیتیه. میبینن آقا خیمه ها خالیه و همه فرار کردن، طلا جواهر رو همه رو گذاشتن و فرار کردن و بیژن میاد و به رستم میگه که آقا اینا فرار کردن. رستم خیلی عصبانی میشه از اینکه اینا فرار کردن و میگه آقا ما اومدیم اینجا که اینا رو شکست بدیم بکشیمشون، چجوری اینا فرار کردن شما متوجه نشدید؟ و بیژن برمیگرده به رستم میگه رستم ولی انقدر طلا و جواهر اینا جا گذاشتن و فرار کردن، هیچی با خودشون نبردن، فقط جونشون رو برداشتن و فرار کردن. انقدر که این طلا جواهر و جواهرات زیاده که اگه یه تیرکمانی بخواد، یه کسی که حرفه‌ای باشه تیرکمان داشته باشه بخواد تیر پرتاب کنه، به اون ور کوه این طلا نمیرسه. انقدر که این کوه طلا و کوه چیزایی که جا گذاشتن زیاده، چون 4 تا لشکر بودن دیگه. فقط تنها کسی که تونست فرار کنه پیران بود، اونم که قبلش نقشه رو کشیده بود که به پسرش گفته بود آقا اینا بذار برن جلو، اگه شکست خوردن ما همه عقب نشینی میکنیم، که پیران عقب نشینی کرد و فرار کرد به سمت دژ افراسیاب. رستم اونجا تصمیم میگیره که حمله رو ادامه بده و نفوذ کنه توی توران، چون این شهر رو گرفته بود دوست داشت که نفوذ کنه و افراسیاب رو نابود کنه. ولی به خاطر اینکه فکر میکرد که آقا این الان دستور پادشاه نیست و من دارم سرخود عمل میکنم و باید یه نامه‌ای به کیخسرو بزنم و هم خبر پیروزی این جنگ رو بهش بدم، همین که بگم آقا من میخوام برم ادامه بدم، میخوام برم افراسیاب رو بکشم، که تصمیم میگیره توی جمعی که نشستن میگه که آقا یک نفر باید بره که خیلی قوی بخواد صحبت کنه، اگه کیخسرو بخواد بگه نه و اینا بتونه متقاعدش کنه. این ور اون ور کی بره؟ فرامرز هم عموی کیخسرو بوده دیگه اگه یادتون باشه، بچه کیکاووس. و فرامرز رو بهش نامه‌ای میده، توی نامه براش مینویسه که حالا بذار بریم ادامش. کیخسرو رو میفرسته، این فرامرز رو میفرسته به سمت کیخسرو که این نامه رو بده و این اسیرها و طلا جواهر رو بده. بعد اگه سهمی از این طلا خواست به ما برگردونه و اینکه تصمیم ما هم که راجع به این حمله است و بهش اطلاع بده. از اون سمت پیران میرسه به افراسیاب و خیلی سراسیمه بهش میگه آقا ما شکست خوردیم. افراسیاب میگه چجوری شکست خوردیم؟ این همه لشکر، این همه فلان. یا یه رستم کل سپاه ما رو نابود کرد و الان هم داره پیشروی میکنه، اومده تو مرز ما و داره میاد سمت دژ ما، باید چیکار کنیم؟ افراسیاب اونجا خیلی میترسه، به شدت میترسه و به پسر خودش داره، با پسر خودش و حالا بقیه افراد داره یه جورایی میگه که آقا بدبخت شدیم و اینا، این بیاد از توران هیچی نمیمونه، همه رو با خاک یکی میکنن، هم منو میکشن هم همه رو میکشن، طلا جواهر اونم همه رو برمیدارن. که اونجا یه سری پهلوان ها بودن به قولی میان و میگن که افراسیاب از چی میترسی؟ ما شکست نخوردیم توی این جنگ، اون 3 تا لشکر و اون 3 تا سپاهی که از چین و ماچین و خاقان اومده بودن اونا شکست خوردن، ما شکستی دریافت نکردیم، پس نگران این قضیه نباش، این رستم هم بخواد بیاد همینجا باش مبارزه میکنیم شکستش میدیم. اونجا یه ذره افراسیاب مثلا دلگرم میشه و اینا، ولی بازم از نتیجه آگاهه و همه رو میندازه بیرون، میگه اوکی باشه شما برید حالا می بخورید و بیا شامید. اینا که میرن بیرون با پسرش شروع میکنه به صحبت، برمیگرد میگه آقا ببین رستم وقتی تونسته اونجا اونا رو شکست بده، پس اینجا ما رو هم شکست میده. ما فقط یه راه داریم که طلا جواهر و این تاج و این چیزایی که خودمون داریم و
بفرستم به مثلا یه شهری نزدیک مرز چین که اگه خواستیم فرار کنیم بتونیم با اونا فرار کنیم، چون به اون پول و طلا و اینا نیاز داریم. که پسرش هم برمیگرده یه پدر تو با این که مثلا خیلی اینا الان اومدن گندگوزی کردن و گفتن ما رستم رو شکست میدیم، شکستی در کار نیست، ولی اگه شکست خوریم بهترین راه همینه، پلن بی فراره. عین اون سری که رستم اومد و ما توران رو بهش دادیم و دوباره پس گرفتیم، الان بهترین راه گزینه فراره و باید فرار کنیم. اینجا رو داشته باشید تا اینجا قضیه. پس افراسیاب نقشه پلن بیش فراره و یک نقشه دیگه هم کشیده، اون الان براتون تعریف میکنم. اون سمت فرامرز میرسه به کیخسرو و نامه رستم رو بهش میده. کیخسرو خیلی خوشحال میشه و از یه طرف هم خیلی نگران رستمه. چرا؟ چون رستم داره میره به جنگ افراسیاب و میترسه که نکنه رستم رو بکشن و بدون رستم دیگه کار ایران تقریبا تمامه و خیلی نگران رستمه، هم از نظر اینکه عزیزه براش چون پدرش سیاوش زیر دست رستم بزرگ شده و رستم خیلی جا به داد ایران رسیده، همین که میترسه دیگه این تخت پادشاهی رو میترسه از دست بده. که کیخسرو اونجا با فرامرز صحبت میکنه، یا من براتون دعا میکنم، امیدوارم که این برد با ما باشه. یه سری طلا جواهر، یه سری غنایمو میفرسته به فرامرز، میگه اینا رو ببر و دعای خیر منم همراه شماست، امیدوارم که این جنگو پیروز بشید. فرامرز که برمیگرده، رستم هم همچنان داره به پیش میره. این سمت میدان افراسیاب با پسرش داره مشورت میکنه، ولی سپاه رستم همچنان داره به پیش میره. حالا اینجا یک اتفاقی میفته که شاید غیر قابل پیش بینی بوده یه جورایی و فردوسی یه همچین کاراکتریه که یهو یه داستانیو میاره و یهو اون داستان قراره تموم بشه. حالا بریم سراغ داستانی که برای رستم پیش میاد در مسیر راه توران. رستم به همراه لشکریان که داره میره به یک دژی برمیخوره، به اسم یک شهری میبینن که اصلا هیچی نمیدونست اینجا یه همچین شهریه. اسم اون شهر بیداد بوده و حاکم اون شهر اسمش کافور بوده. حالا چرا این شهر و این حاکم اینقدر غیر قابل پیش بینیه؟ به خاطر اینکه اونها آدمخوار بودن و حاکم اون شهر غذاش آدم‌ها بوده. خب کل اون شهر آدمخوار بودن، مردم آدمخوار، یه قبیله بودن که آدمخواری میکردن و نه تورانی بودن نه ایرانی، یعنی یک خودمختار بودن و آدمخواری میکردن. حالا تو این مسیر توران هم بودن، این قلعه توران بودن، ولی نه تورانیان تونسته بودن اونا رو اسیر کنن، یعنی به چنگ بیارن، نه ایرانیا. هیچ کم نمیدونست یه همچین شهری اینجا هست به اسم بیداد. رستم به این شهر که میرسه، خبر به حاکم شهر میرسه. حالا حاکم شهر کیه؟ کافور. خبر بهش میرسه که یه لشکری از سمت ایران داره میاد و خیلی لشکر بزرگیه، چیکار باید بکنیم؟ که کافور تصمیم میگیره که با اینا مبارزه کنه و میگه برید و لباس رز بپوشید، با اینا مبارزه میکنیم. که میرن بیرون برای مبارزه. رستم اینا رو میبینه. حالا اونجا یه رجزخونیایی طبق روال همیشه میگه آقا من یلانم و اون میگه من شیرانم و میگه اینجا از این خبرها نیست، از این ور چرا اومدیم، ما شما رو میکشیم و این داستانا. که رستم یورش میبره و کافور رو داره شکست میده. کافور عقب نشینی میکنه و میره توی دژ. حالا این دژ به این صورت بوده که خیلی بزرگ بوده و خندق‌های زیادی داشته دور این دژ و راه نفوذ نداشته. که اون کافور برمیگرده به رستم میگه که آی رستم خان، نه تو نه گنده تر از تو، من طایفم برمیگرده به مثلا فریدون، یعنی رگ ایرانی هم داشته. میگه طایفم برمیگرده به فریدون، این دژ رو ما با رمز و رموز خودمون ساختیم، اصلا هم شکست پذیر نیست. قبل تو هم خیلی ها سعی کردن اینجا اینو شکستش بدن، یعنی نفوذ کنن.
چاکرم آقا انصاری. خیلی ها سعی کردن نفوذ کنن به این دژ، ولی خبری نیست. تو هم نمیتونی، تو هم بهتره بری. از اون بالا شروع میکردن به تیر زدن و یه سری از ایرانی‌ها رو کشتن. رستم خیلی خشمگین میشه. اول از همه کمان برمیداره، تمام نوک این قله ها که نوک این دژ ها که کسی بوده و تیراندازی میکرده و حالا یه جورایی نگهبان بوده، اونا رو میزنه و دستور میده که اونا رو همینجوری بزنن و دستور میده که روغن بیارن و یک گوشه یه فکر کن این دژ دورش خندقه. این دژ یه جاهایش چوبی و یه جایش خشت بوده. خب یعنی صرفا خشت خالی نیست، صحبت 1000 سال پیشه. به خاطر اینکه این خندق ها بوده کسی نمیتونسته بره اونور خندق. رستم تصمیم میگیره چیکار کنه؟ میگه که آقا اینجا بیاین چوب بریزید، روغن بریزید، آتیش کنید، آتیش بزنید. این آتیش باعث میشه که اون دیوار سست بشه و ما بتونیم نفوذ کنیم، که همین اتفاق هم میفته. و آتیش که میزنن، اون کافور و اینا، این دم و دستگاه میگن که داره به چنگ میریم، اینا هم نفوذ میکنن و اون دژ رو میگیرن و کافور رو میکشه و کل اون مردم رو میکشه و غنایم و اینا رو هم به دست میاره. خب اونجا هم متوجه میشه که اینا آدم خوار بودن. این دژ رو که تصاحب میکنه به سمت توران داره نفوذ میکنه و هی داره نزدیک و نزدیکتر میشه به افراسیاب و خبر داره به افراسیاب میرسه و به افراسیاب میگن آقا این دژ بیداد رو نابود کرد، کافور رو شکست داد و الان نزدیک ماست، الان چیکار باید بکنیم؟ که افراسیاب به پسر خودش یک نامه ای میده و میگه برو و این نامه رو به دست پولادوند بده. بچه همه ما شاید این پولادوند رو شنیدیم و همه ما به اشتباه فکر کردیم پولادوند ایرانی بوده، ولی در اصل پولادوند، حالا من دلیلش رو میگم که چرا میگم این دیو بوده. خب پولادوند یک دیوی بوده از نظر من، یا خیلی های دیگه ای که شاهنامه خوان و حالا تفسیر کردن شاهنامه رو، خیلی ها به این نتیجه رسیدن که میتونه این دیو باشه. خیلی هم گفتن آقا دیو نیست و انسانه. حالا دلیلش چیه؟ ما همونطوری که توی این داستان ها دیده بودیم، هر کاراکتری که میومد یک پیشینه و یک پس زمینه‌ای به ما میداد. مثلا میگفتش که بیژن پسر کیه، گیو پسر کیه و چه تاریخی داره. ولی پولادوند هیچ گونه پیرنگی به ما نداد. فقط یه شخصیتی به اسم پولادوند نمایان شد. حالا در پایان با هم صحبت میکنیم که از نظر من چرا پولادوند میتونه دیو باشه. به پسرش میگه آقا این نامه رو ببر به دژ فلان، حالا اسمش زیاد یا دقیقا نیست، به پولادوند بده و ازش درخواست کمک کن و اونو بردارش بیارش به همراه سپاهش. که هومان میره به سمت این دژ و پولادوند رو پیدا میکنه و نامه پدرش رو بهش میده. حالا اون نامه چی بوده؟ به پولادوند گفته که آقا من الان نیاز به کمک دارم، یه کسی به اسم رستم اومده، یه جورایی داستان تعریف میکنه برای چی اومده، داره توران رو نابود میکنه و الان به کمکت نیاز دارم. اگه تو بتونی رستم رو شکست بدی، من نصف توران رو به تو میدم. یعنی یک درخواست خیلی دمپرکنیه دیگه، یعنی یه پاداش خیلی دمپرکنیه. نصف توران رو، یعنی حاضر بوده که نصف توران رو بده ولی جون خودش رو نجات بده. و خب طبیعتاً پولادوند اینو قبول میکنه. و به سمت افراسیاب میاد. از اونورم رستم داره همچنان نزدیک میشه. بچه‌ها ما از جنگ ایران و توران این نبرد یه چیزی باید بهمون برسه که اونو در آخر میخوام به این چیز توجه کنید که حالا اینجا هم یه دیوی داره میاد که حالا توی شاهنامه بهش نگفتن دیو، خیلی جاها دیوزاد میگن. خب و خیلی جاها میگن طرف شبیه دیوه، یعنی خیلی اباحت داره، جثه بزرگی داره. یه جا میگن دیوزاده، یعنی یک جور فوش اهریمنزاده است فلان و اینا. ولی اینجا خبری از این داستان نیست و حالا در آخر بهش میرسیم.
رستم نزدیک افراسیاب میشه و پولادوند هم به افراسیاب اضافه میشه. افراسیاب پولادوند رو میکشه کنار و کل داستان رو براش تعریف میکنه. میگه این رستمه. میگه رستم کیه؟ من رستم نمیشناسم. میگه یه همچین آدمیه. کاپتان اینو اینجا نذار کاپتان. لینک گروه رو اینجا چرا میذاری پسر؟ لینک گروه اینجا نذار آقا. هر کی میخواد بیاد تو گروه باید اول من پیام بده، من باید بدونم کیه. بعد اینکه آره داره بهش تعریف میکنه. میگه شما چجوری این همه لشکر رفتید و شکست خوردید؟ از خاقان و چین و ماچین و هند به همراه توران رفتید و از یک لشکر شکست خوردید. میگه آقا اصلا ما از لشکر شکست نخوردیم، ما از یک شخص شکست خوردیم. شخصی به اسم رستم. شخصی به اسم رستم اون ما رو شکست داده. که پولادوند برمیگرده میگه این رستم همونی نیست که توی مازندران دیوها رو شکست داده بود؟ دو تا اسم دیوم میبره. میگه این دوتا دیو دستیارای دیو سپید و سیاه بودن. این دوتا رو هم شکست داده و دیو سپید و جگرش رو کنده و خون مغزش رو برده. این همون نیست؟ میگه آره این همونه. میگه باشه من رستم رو شکست میدم، ولی ما باید یه قراری با هم دیگه بذاریم. من تن به تن شاید نتونم شکستش بدم. اونی که رفته اونا رو شکست داده، 5 تا سپاه رو از بین برده، من به تنهایی نمیتونم اونو شکست بدم. پس بیا یه قراری با هم دیگه بذاریم. اونجا یه کلک رشتی میزنن، حالا میخوان که بزنن. برمیگرده به افراسیاب میگه افراسیاب من میرم توی نبرد تن به تن با رستم، تو همزمان حمله کن به سپاه ایرانیان، بذار رستم گیج بشه، شاید من اونجا بتونم رستم رو شکست بدم، وگرنه تن به تن من نمیتونم. ما باید اینجوری حرکت کنیم. که افراسیاب هم قبول میکنه و به پولادوند میگه آقا بیا شراب بخوریم و دممون گرم و اینا. شراب که میخورن، پولادوند اونجا گندگوزی میکنه به حالت مستی، از اون حالت عقلی در میاد و میگه که آقا من تنهایی میرم خاره اینو صلوات میدم، رستم کیه، ایران کیه، من همه رو میخورم، من همه رو میکشم، شما نگران نباشید. تو حالت مستی. صبح که میشه رستم به دیوارهای توران رسیده، دژ افراسیاب، و حالا اعلام جنگ شده. اینا باید با هم دیگه مبارزه کنن. و این نتیجه به ثمر برسه. رستم که میرسه، افراسیاب میاد به همراه پولادوند و پولادوند در جلوی این رزماورا میاد و قد علم میکنه و اعلام میکنه که آقا من پولادوندم. این گندتون کیه آقا؟ گندتون کیه؟ بیاید اینجا با هم دیگه بزنیم ببینیم کی پیروز میشه. شما هیچی نیستید. که توس وارد عمل میشه. توس میره جلو و پولادوند با یک حرکت توس رو زمین میزنه. از اونور گیو بهش بر میخوره، گیو میاد، گیو هم با یه حرکت میزنه زمین. بیژن میاد، بیژن هم میزنه زمین. یعنی آقای پولادوند 3 تا از پهلوانای ایران رو به راحتی میزنه زمین. که رستم یهو این صحنه رو میبینه، خونش به جوش میاد، یهو یه نعره‌ای میگه و میره به سمت پولادوند. گودرز که از اونجا داشته نگاه میکرده فکر میکنه که پسراش همه مردن. بهرام که مرده، پسرا نو و نتیجه توس و بیژن و با گیو اونجا دیگه. گیو پسرشه، بیژن هم نوشه. میگه من که پسرم از دست دادم، اینا هم مردن، طایفه من از بین رفت. اونجا خیلی احساس نگرانی میکنه که رستم وقتی این صحنه رو میبینه وارد عمل میشه. به محض اینکه میرسه به پولادوند شروع میکنه به رجزخوانی که آره تو کی و فلان. میگه من پولادوندم آقا، اومدم اینجا همه رو درب و داغون کنم. تو کی هستی؟ میگه من تو چی کار داری؟ من کیم؟ الان تو رو کاری میکنم که با تمام اژدها و دیوها کردم. گرزشو یه جوری تو سر پولادوند میزنه، که صداش هم به گوش تورانیان هم به گوش ایرانیان میرسه و تورانیان همه فکر میکنن دیگه تموم شد، پولادوند مرد.
که پولادوند اصلا انگار نه انگار. اونجا رستم یه ذره میترسه. رستم که میترسه میگه که وای خدا، آقا خدای بزرگ، آرمین جان نوکرتم، فدات بشم، قلب من، دمت گرم. اونجا میترسه و میگه خدایا من اینجا قرار نیست شکست بخورم و من اگه شکست بخورم این چیزی که من دارم میبینم کل سپاه ایران نابود میکنه، کل ایران رو میکشه. پس یه قدرتی به من بده که اینو شکست بدم. شما همیشه شاهد این بودید که توی ایران زمانی که ایرانیان میخواستن مبارزه کنن یک نامی از خدا و پروردگار و ایزد می آوردن. جاهایی که دیگه گیر میکردن این اتفاق براشون میافتاد و همیشه هم براشون جواب داده بود. مثلا اونجا دژ رو میخواست کیخسرو با نام خدا طلسمش رو شکست، رستم اون جادوگر رو با اسم خدا طلسمش رو برداشت و خیلی چیزای دیگه. و رستم شروع میکنه به مبارزه. حالا این رستم و پولادوند با هم دیگه قراری گذاشته بودن، گفته بودن آقا به هیچ عنوان از لشکر ما و لشکر شما کسی نیاد جلو، یعنی ما دو نفر تن به تن مبارزه کنیم. این اتفاق که میفته، پیران که میبینه آقا پولادوند داره شکست میخوره، چون پولادوند اول مبارزه میکنن اینجوری اون ضربه رو میخوره، دوباره اینا با هم دیگه گلاویز میشن، با کشتی میخوان مبارزه کنن. پیران میبینه آقا وضع خرابه، پولادوند هم داره شکست میخوره. پولادوند منتظر چی بوده؟ منتظر این بوده که تورانیان حمله کنن، ولی تورانیان حمله نمیکنن. حالا دلیلش چی بوده؟ به خاطر اینکه افراسیاب گفته بود آقا اگه این داره شکست میخوره ما حمله نکنیم، چون من طالع من گفته که آقا من میمیرم، منو از بین میبرن، پس حمله نکنیم، بمونیم فرار کنیم. اگه دیدیم این داره شکست میخوره فرار کنیم، چون اگه ما هم حمله کنیم هیچ چیزی اتفاق نمیفته، ما رو هم میکشن. که پولادوند داره شکست میخوره، پیران بهش بر میخوره و میاد سمت مثلا این دو نفر که به پولادوند کمک کنه. از این ور گیو یا بیژن اینا هم میبینن که اون چیه، مگه قرار نبود که از لشکرها از سپاهیان هیچ کس نیاد به این مبارزه دخالت نکنه؟ چی شده که الان اونا دارن میان؟ پس ما هم میایم. که رستم وقتی این صحنه رو میبینه میگه شما اینجا چیکار میکنیم؟ یا از اون ور دارن میان، اونا دارن تعهد و قول و قرارشون زیر پا میذارن، این چه وضعشه؟ پس ما هم میایم. میگه که آقا شما کاریتون نباشه، شما اونجا بمونید، شما قول و قراری از بین نبرید، بذارید من کار خودم انجام بدم، اونا رو ول کن، اونا اهریمنن، اونا دیوزادن، اونا رو ول کن. که طی این مبارزه رستم میتونه که پولادوند رو شکست بده. بچه‌ها پولادوند رو میکشه. حالا من دیگه اون داستان کلیش رو دیگه براتون جزئیش رو براتون تعریف نمی‌کنم، میتونید بعد برید بخونید. که پولادوند رو شکست میده، پولادوند نمیکشه، پولادوند رو شکست میده و پولادوند عقب نشینی میکنه و فرار میکنه و پولادوند میگه آقا اینجا جنگ من نیست، جنگ افراسیابه، من چرا باید اینجا مرسی آرمین جان، دمت گرم که حواست هست. میگه آقا این جنگ من نیست، من چرا باید اینجا شکست بخورم، من بمیرم؟ افراسیاب اینجا چیزه، اونم که به من پشت کرد، اونم حمله نکرد، پس من فرار میکنم. که پولادوندم فرار میکنه، رستم داره میره سمت تورانیان، افراسیاب هم فرار میکنه و رستم توران و اون دژ رو تصاحب میکنه. دژ رو که تصاحب کرد، افراسیاب هم فرار کرد به سمت چین و ماچین و دوباره توران رو از دست داد و رستم تونست این مبارزه رو به اتمام ببره و پیروز میدان بشه. اینجا شاید یه ذره طولانی بوده ماجرای حمله ایرانیان به توران، شاید یه ذره طولانی بوده، ولی خیلی نقش مهمی داشته توی شاهنامه. خود فردوسی هم یه جایی اعلام میکنه که شاید این طولانی بوده، ولی باید این داستان رو براتون تعریف میکردم و این یک داستان مهم از شاهنامه است.
چون ادامه دار هست، در آینده ادامه دار هست. ولی فعلا این ماجرا تموم میشه و این خونخواهی و خونخواهی رستم و کیخسرو فعلا اینجا به کار خودش اتمام میده. حالا ما اینجا چند تا اتفاق رو باید با هم دیگه مرور کنیم. یک، ایرانیان برخلاف جنگ‌های دیگه توی این نبرد با سحر و جادو و دیو سر و کار داشتن. یه دونه جادویی که اسمش جارو بود یا فلان بود، جاو بود، که سر کوه کاری میکنه یخ بزنن سپاه ایران تحت فشار باشه. بعد میرسن به یک دژی به اسم دژ بیداد که آدمخوار بودن و یه جورای دیوزاده بودن، دیوزاده که آدمخوار بودن و نفرین شده بودن. بعد میاد با پولادوندی که دیو بوده مبارزه میکنن. حالا دلایلی که من برای دیو بودن پولادوند میارم، یکی این که همونی که گفتم، داستان کلا شاهنامه و جوری که روایت میکنه فردوسی، همیشه اگه یک کاراکتری رو میاره یک پیش زمینه و یک عقبه‌ای به ما نشون میده و میگه این شخص از این پدر، از این فلان، از این بسار و وارد داستان میکنه. ولی پولادوند تنها کسی بود که بدون اینکه راجبش صحبت بشه فقط نامه داده به پولادوند و پولادوند قبول کرده و اومده. این یک گزینه. دومین گزینه این که پولادوند رستم رو نمیشناخت، جنگ مازندران رو خبر داشت و فقط نبرد رستم با دیوها رو میدونست. بقیه نبردهای رستم رو خبری ازش نداشت و فقط یادشه که آقا این دیوها رو کشته. و یک نکته خیلی ریزی که فردوسی توی این شاهنامه، توی این قسمت از نمایش گذاشته، اینه که پولادوند اسم دیو سپید و سیاه میاره، ولی 2 تا از دستیارای سپید و سیاه، دیو سپید و سیاه رو که خیلی جزئی شاهنامه بهش اسمشون آورده بوده، اونا رو یادشه. یعنی 2 تا دیو براش مهمتر بودن، دیوها انگار براش مهمتر بودن تا ماجرای نبرد رستم با توران. جنگ مازندران یادش بوده. و سومین قضیه اینه که خیلی رستم اشاره میکنه به دیو بودن این شخص، خیلی اشاره میکنه و ضرباتی هم که رستم توی نبرد با پولادوند بهش وارد میکرده، اگه به یک آدم عادی وارد میکرده، ما دیدیم دیگه، اژدها رو کشته، شیر رو کشته، چه میدونم خاقانی، پهلوان خاقان رو شکست داده، کاموس و اشکبوس رو شکست داده. ولی وقتی که یه همچین اتفاقی میفته و یه همچین ضرباتی اون تحمل میکنه، پس این نظریه که پولادوند دیو بوده هم به ثمر میشینه. از نظر خودم، حالا شاید هم اینجوری نبوده باشه، شما میتونید برید خودتون این قسمت از شاهنامه رو بخونید و نظر خودتون رو داشته باشید. از اینجا به بعد داستان بیژن و منیژه شروع میشه که اونو ما انشالله برای فردا شب استارت میزنیم و داستان بیژن منیژه رو براتون تعریف میکنم. بچه‌ها صرفا هدف ما از این روایت شاهنامه بدین شکل اینه که شما آشنا بشید با اساطیرمون، با شاهنامه، با چیزایی که شاید در طول زمان شنیدید ولی هرگز بهش فکر نکردی که این میتونه یک پس داستانی داشته باشه. شاید پولادوند شنیدی ولی فکر کردی پادشاه ایرانه ولی در صورتی که نیست. یا شاید افراسیاب شنیدی ولی فکر کردی که با ایرانه ولی با تورانه. میدونی چی میگم؟ پس یه زمانی اگه یک نفر اومد راجع به شاهنامه، یک داستانی، یه چیزی خواست برات تعریف کنه یا ازت سوال کنه، صرفا اینه که نسل جدید یا حالا اونایی که نشنیدن آشنا بشن با این روایت و با این داستانگویی. فردوسی شاهکار شاهنامه بوده دیگه، تنها شاهکاری که از فردوسی هست شاهنامه است و 3 دهه طول کشیده نوشتن این شاهنامه و پس چیز کوچیکی هم نیست. شاید به قولی افسانه باشه، شاید واقعیت باشه، ولی پر از رمز و راز و پر از پند و آموزه. ما داریم این حرکت رو انجام میدیم و دونه دونه داریم این روایت ها رو پیش میبریم و با یک لحن ساده تر، با یک لحن شوخوارتر داریم تعریف میکنیم که یه ذره ذهن ها آماده باشه، یه ذره ذهن ها پذیرنده این جریان باشه. دمتونم گرم.
ممنونم که تا اینجای کار با ما همراه بودید. من لایو رو قطع میکنم. مرسی کیهان جان، مرسی. من لایو رو قطع میکنم. 2:30 به بعد استارت لایو خودمونه و حالا اونجا مرسی کیهان جان، مرسی. آرمین جان نوکرتم، فدات بشم، دورت بگردم. آقا میلاد سلام. توی 365 لایکت هم کردم، نوکرتم میلاد جان، دمت گرم ستون، مرسی، خیلی ممنون، لطف کردید. دمتون گرم، خیلی ممنون. امیدوارم که نیم ساعت بعد شما رو دوباره ببینم تو لایو و خیلی خوشحالم که یک سری افراد به این ماجرا و این شاهنامه علاقه دارن. دمتون گرم. پس داستان سیاوش اینجا تموم میشه. فعلا کینگ خواهی سیاوش و حمله رستم به افراسیاب و فرارش رو با هم دیگه تعریف کردیم و گوش دادیم و شنیدیم. ان فردا شب استارت بیژن و منیژه است. دمتون. بیژن منیژه هم خیلی داستان باحالیه. اونو دیگه میتونم یه ذره فان کنم، یه ذره با حالت فان تعریف کنم. دمتون گرم، خیلی مخلصیم، فداتون بشم.